بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر از اینکه بشنویم که فضیلت قرآن کریم چقدر است، ما مختصرا یک چند حدیث براتون میگم. ابی شریح خزاعی رضی الله عنه صحابی است و میفرماید خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام میگه یک روز بالای ما برآمد از حجره، ما صحابه نشسته بودیم، فقال ابشروا و ابشروا، خوشحال شوی خوشحال شوی، مژده براتان، خوشحالی براتان. چی را بشارت میده؟ پیغمبر میگه الیس تشهدون الله اله الا الله و انی رسول الله، آیا شما این را شهادت نمیدی که غیر از الله دیگه لایق عبادت کسی نیست و ما رسول الله متعال هستم؟ صحابه گفتن که بله یا رسول الله، چرا نه، ما خو شهادت میدیم. قالوا نعم، ما بالکل شهادت میدیم. قال، پیغمبر علیه السلام بعد از اوی سخن گفت هذا القرآن، اینمی قرآن کریم سبب، یک رسپان است، یک وسیله و ذریعه است. طرفه بید الله، یک سری از این پیش به دست که لایق شان الله متعال هست، و طرفه بیدیکم، و یک سری از این به دستای شما است. فتمسکوا به، چنگ بزنه به این قرآن کریم. مراد از چنگ زدن زمانی که در قرآن ذکر میشه یا در حدیث عمل کردن بالای کتاب الله متعال است. رسول الله توصیه میکنه، صحابه را بشارت میکنه، اول خوشخبری برشان میده و برشان میگه که این کتاب الله رسپان است، یک سرش به دستی که لایق شان الله است و یک سر به دست شما است. فتمسکوا به، چنگ بزنی به این کتاب، اعلان نکنی کتاب الله را. فانکم لن تضلوا، گپی من نیست، گپی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یقینا هرگز گمراه نمیشه، هرگز. ولن تهلكوا، شما هلاک کردم نمیشه هرگز. بعده، پس از تمسک به قرآن، ابدا هیچگاه. شیخ البانی صاحب در صحیحه این حدیث آورده، ابن حبان رحمه الله روایت کرده، صحیح حدیث است. کتاب الله ذریعه و سبب و رسوان است، از طرف الله به موت آویزان شده. تمسک کو برش، چنگ سرش بزن، چنگ زدن عمل کردن بالای کتاب الله متعال است. رسول الله برات میگه اگر به این چنگ زدی قطعا نه هلاک کرده میشی و نه گمراه میشی. عمل کی میشه برادران؟ با قرآن کریم عمل کی میشه؟ که ما بدونم مطلب قرآنه، مطلب قرآنه که ندانم از کجا عمل بکنم. از او خاطر ما نیاز داریم که درس قرآن کریم باید بخوانیم. یکی از باعث یا ضرورت هایی که ما قرآن ترجمهش شروع میکنیم با این خاطر که ما گمراه نشویم. از او خاطر در این حدیث برای ما سبب نگمراه شدن تمسک به قرآن کریم رسول الله اعلان کرده و برای ما میگه تا وقتی که تمسک میکنی شما گمراه نمیشه. در حدیث دیگه ابی سعید خدری رضی الله عنه میفرما حبل الله الممدود من السماء الى الارض، کتاب الله رسپان الله که آویزان شده از طرف آسمان به زمین است. همین مطلب است. پس ما چه قسم از این رسپان الله ما کم نگیریم، به خاطر ازی که در دنیا گمراه نشویم و در آخرت هلاک نشویم. تمام محنت ما به می خاطر است و این بدون تمسک به کتاب الله قطعا امکان پذیر نیست. ببینید که شما قرآن کریم چقدر اجر داره. یک در حدیث دیگه میاد از زید بن ارقم رضی الله عنه او می فرماید که ختمنا، یک روز از روزها رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما خطبه گفت. فقال، پیغمبر علیه السلام فرمود انی تارک فیکم کتاب الله، ما گذاشته نیستم در بین شما کتاب الله را. هو حبل الله، اینمی رسپان الله متعال است. من اتبعه کان علی الهدى، کسی که تابعداری قرآن میکنه
بر هدایت استوار است. و من ترکه کان علی الضلاله، کسی که میگذاره قرآن کریم او بر گمراهی است. پیغمبر خطبه داده، به صحابه سخن و نصیحت کرده، کتاب الله را برشان معرفی کرده که رزقان الله متعال است، آویزان برای شما شده. و بعد از او گفته من اتبعه، کسی که تابعداری قرآن کریم کرده. تابعداری میگه پیروی قرآن، پیروی میگه در پشت سر یک کسی روان شدن، جایی که او قدم میمانه تو قدم بگذار. این تابعداری میگه. تابعداری قرآن نیست در جایی که فرمان برات میده انجام بده، انجام بده، که میگه ترکو ترکو، من میکنم منشو، و برات میگه اینی کار در سر برسون، سر برسون. این تابعداری قرآن میگه. رسول الله اسباب هدایت قرآن، پیروی قرآن بر ما معرفی کرده، و ترک قرآن کریم ذریعه و سبب گمراهی معرفی کرده. ما سالا سال از قرآن کریم دور بودیم، ترک کرده بودیم قرآن کریم. از همون خاطر کل عمر ما در قبر پرستی تیر شد، در طواف قبرها تیر شد، در ندا و آواز دادن به غیر الله تیر شد، که ما به غیر الله آواز میدادیم تا که به قرآن ننشسته بودیم. خاکای قبرها را من حیث خورده میخوردیم که شفا است. برای پیدا شدن اولاد خود بگوید تارا را در قبرها جار میکردیم، لشتها را از اونجا می آوردیم در گردنهای اولاد میدادیم که مریض نشوه و این کدام حادثه برش نرسه. اینی حالات ما بود. گمراهی چی را میگه؟ از این که سخت دیگه گمراهی است کسی که به شرک مبتلا شوه. سختترین و خطرناکترین گناه چیست؟ شرک است. و کسی که به شرک مبتلا باشه، پیغمبر علیه السلام خود میگه کسی قرآن ترک میکنه سری گمراهی است. در حدیث دیگه که جابر رضی الله عنه نقل میکنه، او میفرماید از پیغمبر علیه السلام نقل میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمود القرآن شافع، قرآن کریم شفاعت کننده است، سفارش میکنه در روز قیامت. در حدیث دیگه صراحتا رمضان و قرآن میگه که هر دوی شفاعت برای بنده میکنه. رمضان در پیش الله استاد میشه، الله بر شکل میده، در پیش الله استاد میشه، داد میزنه، تا وقتی که کسی که با قرآن علاقه داره در جنت نرفته قرآن راضی نمیشه. خب برای کی؟ برای کسی که تعلقه و رابطه با قرآن داشته باشه. رمضان مبارک از صبح ترجمه تیر کردی، در موقع دیگر باز یا درس یا تلاوت قرآن برات میسر شد، و بعد از او خفتن در تراویح در نماز استاد شدی قرآن شنیدی. اینطور مردم را قرآن میگه که منعتو چیسته؟ نومه و طعامه، ما از خوردن و از خواب و خوردن او را منع کرده بودم. در روز قیامت ای برات شفاعت میکنه. پیغمبر علیه السلام در این حدیث میگه من جعله امامه، کسی که گردانید قرآن کریم امام خود، پیشوای خود، قرآن پیش کرد و از پشت سرش روان شد، و دستورات قرآن کریم زندگی خود قدم به قدم عملی کرد. قاده الى الجنه، ای را میکشانه به سوی جنت. و من جعله خلف ظهری، کسی که گردانید قرآن کریم پشت سر خود، ساقه الى النار، میکشانه ای را به سوی آتش جهنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه کسی قرآن کریم امام خود جور میکنه، کش میکنه او را طرف جنت، اگر نیکی نعوذ بالله در پشت سر انداختی، در قصهش نشدی که قرآن چی بود. دوستای ما 60 ساله و 70 ساله شده، سوال کنی از پیشش قرآن دوست داری؟ ایمان سرش داری؟ کلگی میگه بله بسیار دوست دارم، من ایمان سرش دارم. پرسون که از پیشش ایاک نعبدو چی معنا داره، چی مطلبش است؟ میفهمه؟ اگر او ایاک نعبدو را بفهمه چرا در شرک مبتلا میشه؟ نمیشه. از او خاطر در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم برای ما امام مقرر کرده که سبب چیست؟ یکی از جمله کسایی است که ما را کش کرده در جنت میبره.
اگر ما پشتی سر انداختیم و عمل سرش نکردیم، التفات برش نکردیم، از پشتی سر ما را میدوانه طرف جهنم. سوکی را میگه. الله نگاه کنه ما و شما را که اوطور نشوه. باعث بالای شروع کردن ترجمه ما امی بود که انشاءالله ما و شما در جمله و کسانی نباشیم که پیش انداخته شده باشیم و طرف جهنم ما را سوق بده، نعوذ بالله از او جمله نباشیم. عایشه رضی الله عنها مادر مومنان میفرمه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کان یعارضه جبرئیل فی کل عام مرة فی کل سنة مرة آمده. جبرئیل امین می آمد پیش میشکد قرآن کریم با پیغمبر علیه السلام در هر سال یک مرتبه، خصوصا در رمضان مبارک. لیکن در سالی که وفات میکرد در اون سال 2 مرتبه بالای پیغمبر علیه السلام او را پیش کرد. زمانی که از پیغمبر علیه السلام پرسان شد که چرا این سال 2 مرتبه، او گفت که من نمیدانم مگر گمانم ایسته که من از این دنیا رحلت میکنم، یعنی عمر دیگه تکمیل شده. به خاطری که قرآن 2 مرتبه، ماه مبارک رمضان ماه قرآن کریم است، از او خاطر مسلمانان در هر جای با قرآن رابطه پیدا میکنن. اما رابطه لفظی بسیار است، خیلی زیاد است. الحمدلله در این مساجد ما و شما اینطور مسجد نیست که قرآن ختم نشوه. این جدا موضوع است که چه رقم ختم میکنه، با اجرت ختم میکنه یا بی اجرت، زود میخوانه یا نه که خیلی با تأمل و تدبر میخوانه، به هر چی که است. خو لیکن رابطه با لفظ قرآن زیاد میشه، اما رابطه با معنای قرآن کریم بسیار کم است. الله متعال زیاد بسازه ای را هم که مردم ما با قرآن آشنایی پیدا بکنه، با قرآن کریم تعلق و رابطه داشته باشه، نشوه که در جمله محجورین قرآن کریم داخل شود. از او خاطر درس قرآن کریم چون پیغمبر علیه السلام برای ما ترغیب داده، برای ما و شما خیلی مهم است. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. پیغمبر علیه السلام میفرمه که کسی که روان میشه در یک راه که در اونجا طلب علم میکنه، از علم قرآن که در بالاتر علم دیگه نیست، الله برش آسان میکنه توسط همین طلب کردن راه به سوی جنت. راه همونطور نیست که برای ما و شما کسی از دست ما بگیره و بگوه که اینی راه جنت است. وقتی در قرآن نشستیم راه های جنت برای ما معرفی میشه. کدام کار باعث سخط الله است، کدام کار باعث رضامندی الله است، کدام کار الله او را خوش داره، زیاد تاکید کرده و از کدام کار اجتناب الله متعال ما را امر کرده که اجتناب کنیم. این کلش در قرآن کریم برای ما واضح میشه. از او خاطر یکی از جمله امتیازاتی که الله برای انسان میده امی است که رابطش با قرآن پیدا شود. حدیث عقبه ابن عامر رضی الله عنه را براتان میخوانم. پیغمبر علیه السلام به صحابی خود یک روز میگه، چرا این گپ میزنه؟ گپ به خاطر میزنه بسا اوقات انسان غافل میشه، سست میشه، بیباک میشه، توجه و التفاتش به این گپا زیاد نمی باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم موقع به موقع صحابه کرام نصیحت کرده، ترغیب داده. یک روزی ترغیب میگه، اونجا عقبه ابن عامر رضی الله میگه که خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام بالای ما برآمد، ما در بین صحابه نشسته بودیم و نحن فی الصفه، ما در او برنده مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم. فقال ایکم یحب، کدام شما دوست داره یغدو که صبح و کل یوم هر روز الی بطحان، بسوی بطحان، او الی العقیق، یا در بسوی عقیق، دو جایی که در اونجا میله بازار میشد و نخاس بود. پیغمبر میگه کدامیتان خوش داره که بره در او منطقه، فیأتی منه بناقتین او ماوین، بیارد 2 دانه شتری که بوکای کلان کلان داشته باشه، فی غیر اسم ولا قطیعت رحم، نه گناه کرده باشه و نه سلی رحمی را قطع کرده باشه، یعنی به دزدی، به نعوذ بالله به غصب، به زور، به این گپا نآورده باشه و این طورم نکرده باشه که نعوذ بالله از خودگاه خود چیزی را گرفته باشه که ترک کرده باشه، سری از ظلم کرده باشه، این کارم نکرده. فقلنا یا رسول الله کلنا یحبه، ما گفتیم که پیغمبر الله تمامی ما یحب ذالک، این کار خوش داره.
قال پیغمبر علیه الصلاة والسلام چی تصور برش میده؟ اول صحابه کرام سوال میکنه که کدام شما خوش داره که هر صبحکی بره و در فلان منطقی که نخواست است از اونجا شترایی که بوکای کلان کلان داره و ناقه باشه، ناقه و شتری که حامله باشه، چوچم در شکمش باشه، خطی خود بیاره از اونجا. صحابه در اون زمان شتر تیاری وقت است، از او خاطر او بریدی بر است، یکی بریدی بحر است، سفینه یا کشتی بحر، یکی بریدی بر است. در خشکی کدام سفینه و کشتی است؟ عربا او را چی میگه؟ بگه سفینه بر، یعنی کشتی چی؟ خشکه. او واقعا شتر کمالات الله در او انداخته که هیچ پرسان نکو، خصوصا در سرزمین عربستان که خیلی نیاز مبرم به او داره. رسول الله اول از صحابه سوال میکنه کدامتان خوش داره؟ و میگه فقلنا کلنا یحب چیستا ذالک. پیغمبر الله کل ما را خوش داریم. پیغمبر چی میگه؟ افلا یغدو احدکم، آیا هر صبح نمیره یکی از شما الی المسجد، بسوی مسجد چی بکنه؟ فیتعلم او یقرا، در یک روایت او یعلم او یقرا، یا به کسی تعلیم بده یا خود بخونه. آیتین من کتاب الله، دو آیت از کتاب الله را بخونه. عز وجل خیر له، وقتی که دو آیت کتاب الله عز وجل میخونه این بهتر است برش من ناقتین، از دو ناقه کرده، دو آیت از دو ناقه. و ثلاث من ثلاث و اربع خیر له من اربع، سه آیت خواندن از سه ناقه و 4 آیت بهتر است از 4 ناقه کرده. و من اعدادهن من الابل، آیت های قرآن کریم از تمام شماره های شترا کرده بهتر است شترا هر قدر زیاد هم باشه به مقدار زیاد باشه، آیت های قرآن کریم برش بهتر است. چقدر بشارت عظیم است، خوشخبری بزرگ است که ما و شما از خانه قدم میگذاریم، صبحکی میایم امو رقم که در لفظ حدیث آمده که ایکم یغدو، کدام شما صبح وقت میروه، فیأتی بکوماوین، ناقتین کوماوین، 2 دانه شتر بگدار بیاره. اگر ما اینجا قدم گذاشتیم آیت های قرآن کریم میخوانیم ان شاء الله، الله امو قدر اجر بر ما میده که از شترای چی کده که حاملا باشه، از او قدم خیلی زیاد باشه الله بر ما میده. دیگه چرا ما همینطور فرصت از دست بدیم خصوصا در ماه مبارک رمضان و ما حاضر در درس نشویم؟ بلکه خیلی مناسب است که انسان در این درس ها حاضر شود، به خاطر که امی فضیلت ها همیشه بر انسان میسر نمیشه. الله است که موسما را برابر میکنه و این نصیب نیکبختا میشه. الحمدلله. از او خاطر این موضوعاتی بود که ما و شما ترجمه قرآن کریم در شروع کردیم. أيا دارها حييت دارا ومن